قبل از هر چیز یادت باشه که استایل موی فر رو باید رو موی کاملا خیس انجام بدی، یعنی بلافاصله که از حموم اومدی روتین بعد از حموم تو انجام بدی. برای این استایل موهامو دنبه اسبی جمع میکنم، دور اول موهامو کامل از کش رد میکنم، دور دومم همینطور، اما دور سوم نصف موهامو فقط رد میکنم و یه حالت نیمه گوجه‌ای که پیدا کرد شروع میکنم موهامو تقسیم کردن. هر قسمت رو از جلو میارم عقب، دور گوجه‌ای میپیچم و با یک گیره میبندمش. بقیه موهامم که از دور سوم آزاد گذاشته بودم شروع میکنم با گیره زدن استایل فرفریشون رو فیکس میکنم. برای این استایل هیچ نظم و قانونی وجود نداره، چون این استایل در حین سادگیه که زیباست. پس از موهای کنار گوشمون یه قسمت رو آزاد میکنیم و شروع میکنیم به روش فینگر رول بهش استایل دادن. حالا به سلیقه خودتون برای اینکه استایلتون مجلسی تر شه میتونید از این نگینا برای تزیین موهاتون استفاده کنید. ببین دختر، فقط چند تا نگین ساده زدم اما استایل موهامو کلی خاص‌تر کرد و در آخرم یه رژ